سلام دوستان، امروز قصد داریم تا لیستی از سازمان‌های غیرانتفاعی که به پناهندگان افغان خدمات ارائه می‌دهند با شما به اشتراک بگذاریم. RevUA در سیاتل خدماتی شامل پناهندگی، اجازه کار و کارت سبز ارائه می‌دهد. کمیته بین المللی نجات به پناهندگان در سراسر ایالات متحده خدماتی مانند اسکان مجدد، حمایت حقوقی و برنامه‌های اجتماعی ارائه می‌دهد. پروژه حقوق مهاجران شمال غربی کمک‌های حقوقی رایگان یا کم هزینه برای مهاجران و پناهندگان ارائه می‌دهد. خدمات مهاجرت و پناهندگان لوتری به پناهندگان و مهاجران کمک می‌کند تا زندگی جدیدی در ایالات متحده شروع کنند. ائتلاف افغان‌ها در کالیفرنیا خدمات حمایتی برای پناهندگان افغان ارائه می‌دهد، از جمله کمک به پروسه‌های قانونی و حمایت خانوادگی. هیاس به پناهندگان در سراسر جهان کمک می‌کند و در ایالات متحده خدمات قانونی و حمایتی برای پناهندگان افغان ارائه می‌دهد. خیریه‌های کاتولیک در سراسر ایالات متحده خدمات متنوعی از جمله پناهندگی و حمایت خانوادگی برای پناهندگان افغان ارائه می‌دهد. اگر شما یا کسی که می‌شناسید نیاز به کمک دارد، با یکی از این سازمان‌ها تماس بگیرید. برای دریافت نکات و منابع بیشتر ما را دنبال کنید. breaktime.highs